خدمت شما بینندگان عزیز سلام عرض می‌کنم و امیدوارم فرصت همراهی با برنامه کامنت این هفته. ببین من از این آغازهای کلاسیک دیگه با کامنت شروع نمی‌کنم. بابا سلام که دیگه آغاز کلاسیک نه دیگه همین سلام عرض می‌کنم. امیدوارم همراه با باشید. اینا خوبه ها. می‌خوای نوآوری کنی نوآوری کنم. ببین نه نوآوری نمی‌خوام جواب سه تا سوالمو تا ندی برنامه کامنت رو اینجوری شروع نمی‌کنیم. سه تا سوال دارم. سه تا سوال چی اصل سوال؟ تو برنامه قبلی هم کردم جواب ندادی. اولین سوال این کینگ آقا مجتبی زنده است یا مرده؟ من تا آخر برنامه زنده مرده اینو به من تحویل بده. ای بابا. دومین سوال که بابا این ربط خیابان و میدان چیه؟ آتش‌بس هم هست. رادان اومده میگه التماس میکنه میگه خیابان رو ترک نکنه. بابا جنگ آتش‌بس طرف مقابل شلیک نمیکنه، این خیابان چیه؟ و سومی این پویش جانفدا که هر روز عددش داره میره بالا که در نهایت از جمعیت ایران رو فکر کنم بیشتر بشه، چه تضادی از این و چه دردی از این رژیم تمام میکنه؟ این سوالا رو باید جواب. بابا چرا پروپاگاند میکنی؟ چرا جنگ نرم را میندازی؟ این سوالای حاشیه‌ای چیه؟ میخوای وقت برنامه رو صرفش؟ بابا بیا حرف جدی داریم، نگاه کن. بحث وفاق تو نظام ولایت، سه رأس، یکی اجرایی گوشخوار، یکی پوزیده، یکی هم خالی باف، با همدیگه اومدن یه توییتو کردن، یه حرفو زدن. نگاه کن جملاتشونو، یک خدا، یک رهبر، یک ملت، همین یه دونه رو زدن. این نمایش وفاق و ول کردی این سوالا رو میکنی که اصلا همین سوالای حاشیه‌ای. نگاه کن میگه ما میانه رو نداریم، هممون یه جوریم. ببین چی نوشته، میگه در ایران ما تندرو و میانه رو وجود ندارد، همه ما ایرانی و انقلابی هستیم. یک خدا، یک رهبر، یک ملت، یک کینگ. دیدی؟ ببین در این که شما همتون یه قماش هستید، یه وحشی و یه جنایتکار، هیچ شکی نیست. اما این وفاق بود؟ نبود. یعنی تو الان میخوای بگی به قول بچهای تهران همه این وحوش با هم صفاسیتی هن، هیچ دسته و دعوا و باندبازی نیست دیگه؟ هست. بیا مطمئنی؟ همه چیز توییت کردن دیگه. اینو ببین. خدا لعنت کنه هر مسئولی رو در جمهوری اسلامی ایران که در هر لباسی، از هر جناحی، در هر قوه‌ای، چه دولت، چه مجلس، چه قضاییه، چه هر جای دیگر، با سوء فعل، با ترک فعل، با عملکرد بدش باعث نارضایتی بخشی از مردم شد و یه بخشی از مردم ما به این نتیجه رسیدن که نکنه این مشکلات زیر سر رهبر ماست. بابا من برات اومدم 3 تا توییت آوردم از سران 3 قوه، بعد تو رفتی یه کلیپ آوردی از یه جوجه بسیجی کیفکش جلیلی. اصلا این عددیه تو نظام ولایت؟ باشه قبول، این عددی نیست، این کیفکش جلیلیه، اصلا آدم به حساب نمیاد. عراقچی وزیر خارجه رژیمو چی میگه که هی داره تو خط تهران پاکستان کار میکنه، هی میره پاکستان هی میاد. اینو دیگه چی میگه؟ وزیر امور خارجه در چارچوب دیپلماسی مقتدرانه با اولویت همسایگان جمعه شب برای انجام یک سفر دوره‌ای راهی پاکستان، عمان و روسیه میشود. دیدی جلوه وفاقو؟ از ترس بسیجی‌ها میخواد بره پاکستان، میگه میخوام برم عمان و مسکو و پاکستان. یعنی پاکستان ساندویچ کرد بین عمان و روسیه از ترس بسیجی‌ها. چون اون دفعه که توییت زد ریختن سرش، این دفعه که نریزه سرش میگه نمیخوام برم پاکستان، میخوام برم سفر منطقه‌ای. راست میگه دیگه. آقا چرا اینجوری میکنی؟ اصلا این مسکو و عمان از کجا اومد؟ تو میخوای بری پاکستان مذاکره کنی، شاورما بخوری، خب برو پاکستان. چرا این وسط میای سفر منطقه‌ای و مسکو و عمان رو میگی؟ اینجاست که باید العیاذ بالله بری به جلد عراقچی. اینجاست که من یاد اون دانش آموزه میفتم که به گفته بودن انشا بنویس مثلا افغانستان رو تعریف کن، این بلد نبود، فقط پاکستان رو بلد بود. میگفت افغانستان و اما پاکستان، روسیه و اما پاکستان، چون فقط پاکستان رو بلد بود. برای گول مالیدن سر بسیجی‌ها، یعنی شیره مالیدن و گول زدن بسیجی‌ها رو مخلوط کنیم میشه گول مالیدن سر بسیجی‌ها. و ترس از خورناس‌های بوفالوی ولایت مجبوره که راهنمای چپ بزنه بکشه به راست، بگه میرم عمان و روسیه پاکستان. تازه این وفاقی که میگفتی این بود دیگه. بیا نگاه کن. کی میخواد در این مملکت توافق با آمریکا؟ منو توافق با آمریکا چه؟ آیا توی این مملکت کسی هست بگه آقا ما اورانیوم غنی شده رو مفت بدیم به امریکا؟
توی مملکت کسی هست بیاد بگه آقا ما بیایم فناوری هسته‌ای خودمون رو تعطیل کنیم، از بین ببریم، سانتریفیوژها رو بار کشتی کنیم بفرستیم به امریکا؟ آقا پس ظاهرا یه خبرایی هست. این داستان ببین این داستان بار زدن سانتریفوژا که این اومد یه گریزی بیزد چیه؟ یعنی همون داستان گرد و غبار هسته‌ای و اون 450 کیلو اورانیوم دیگه. تو هم میگی 450 کیلو از کجا اومد؟ 400 کیلو اورانیوم بوده، این 50 کیلو رو از کجا آوردی؟ هیئت رئیسه مجلسشون داره میگه دیگه. مگه نگم من بمباران کردم فوردو رو؟ مگه نگم من بمباران کردم نتنزو؟ مگه نگم من همه را از بین بردم؟ مگه نگفت دیگه هیچی اینا نیستن؟ ما 20 سال تمرین کردیم برای این عملیات. کلهم از من ایران دیگه هسته نداره. با بی‌شرمیت ما میگه آمد 450 کیلو به من بدید. اولا 50 کیلو شما از کجا اضافه کردید؟ ثانیاً چی را ما بهت بدیم؟ برای چی به تو بدیم؟ راستی این 50 کیلو از کجا اومد؟ راست میگه چرا میخوان سر 40 50 کیلو این خورده ریزا معامله رو به هم بزنن؟ این 50 کیلو وظیفه این 50 کیلو خر کردن ارزشیاست، یعنی خرتر کردن ارزشیاست. یه عده‌ای میخوان تو نظام برن اون اورانیوم رو بدن، برای اینکه این بسیجی‌ها رم نکنن میخوان بگن آقا 450 کیلو بوده، ما 400 کیلو رو دادیم، 50 کیلوش هنوز داریم. این کار اون 50 کیلو. خب اگر اینطور باشه پس معلومه یه عده تو نظام هستن که میخوان یه چیزایی رو به کینگ مجتبی تحمیل کنن. گاهی بعضی‌ها مطالبی رو در فضای مجازی منتشر میکنن مبنی بر این که دارن کسانی چیزهایی را بر رهبر معظم تحمیل میکنن. این خیلی بی‌انصافی است، این خیلی دور از حقیقت است. رهبر جدید و رهبر عزیز ما مقتدرانه بر اوضاع مسلطند و دارند کشور را مدیریت و فرماندهی میکنن. بابا کدوم تحمیل، کدوم کینگ مجتبی؟ تو هم مسکین خیلی جدی، اصلا معلوم میشه این مقواست و تخم مرغ. اگه خیارشور گذاشته بودن تا حالا تو این 60 3 بار میشه تو وعده غذایی اصلش خورد. بعد تو میگی که میخوان تحمیل کنن. اصلا توی مشهد اردحال کاشان بنر زدن، اینو جزو کشته ها حساب کردن. مجتبی رو اونا این کار مجتبی رو تموم شده میدونن. آخه به این نوبادی کی میخواد چی رو تحمیل کنه؟ نه صوت داره نه تصویر. آخه به همچین موجودی چی میشه تحمیل کرد؟ میدونم کجام تو فاز تبخیر، نه خبر هست ازم نه صوت و تصویر. باد بابم که رفت پیش امامش، تاهدی گفتدم مثل یک کفگیره، تاهدی گفتدم مثل یک کفگیره. دست و پام شکسته علم خرابه والا. خب حالا این حرفا رو ول کن بریم سراغ خود مذاکره. توی این دور اول مذاکره تو پاکستان چیا گذشت؟ من خود مذاکره که نرفتم توی وسط سالن ببینم چی میگذشت، ولی احوالپرسیش شنیدم چطوری بوده. طرف مقابل برگشته گفته من باقر تو هنوز زنده خوب شد، زنده میتونی مذاکره کنی. نه بابا این که نمیشه که بابا، یه پروتکلی بالاخره اقتدار نظام چی میشه؟ بابا اقتدار کیلویی چنده؟ من آبروداری کردم، من کم گفتم. ببین خود قالیباف صحنه رو چطوری بود. گفتم ترامپ توییت زده که مذاکره کنندهایی که آمدن اینجا خلاصه اصلا اینکه زنده موندن مال که مذاکره کنن، اگه تا 24 ساعت تصمیم نگیرن معلوم نیست بعد زنده باشن. گفتم این رفتار شما آمریکایی‌هاست. عجب بابا، حالا چرا این قالیبافو گذاشتن رئیس هیئت مذاکره؟ لااقل یکی رو میذاشتن که تو خود رژیم 4 نفر بهش رأی داده باشن. توی رژیم به خاطر همین توی داستان استبل ولایت به این اصلا رأی ندادن که این الان شده الان رقیب کاندیداتوری مادام العمر ریاست جمهوری سبزعلی رضایی. اختیار داری؟ من باقر قالیباف نماد مردم سالاری دینی رژیمه. آقای دکتر سوالاتمون به جایی رسید که قرار شد درباره آقای قالیباف صحبت کنیم که چرا ریاست تیم مذاکره کننده ما به ایشون واگذار شد. چی شد که نتیجه بر این شد که ایشون این ریاست رو بر عهده بگیرن؟ ایشون به عنوان منتخب مردم، به عنوان رئیس مجلس شورای اسلامی همزمان نماد و نشان مردم سالاری دینی است و لذا فکر میکنم که انتخاب ایشون انتخاب شایسته‌ای بود.
آقا این دقیقاً چطوری شده نماد مردم سالاری دینی تو نظام ولایت؟ چطوری شده؟ معلومه دیگه. اولا روشن کنیم وقتی میگیم مردم سالاری دینی تو این حکومت آخوندی منظورمون دیکتاتوری مذهبی یا همون ارتجاعه. اینم با چاقوکشی و تیغزنی و لوله کشی و این چیزا شروع کرده. بعد اومده پلیس 110 شو، در واقع قبلش هم جرم جنایت کرده. تو پلیس 110 هم که مردم و جوونا رو سرکوب کرده. بعد از گرایش کشدار رفته کارشناسی ارشد گرایش غارت همزمان دیگه همزمان در دو گرایش بوده. دو گرایش رفته شهرداری تهران هم شخم زده. سیسمونی و اینا هم رفته. سیسمونی گیت هم که داشت شاهکارهایی مثل سیسمونی گیت داشته. بعد هم خامنه ای اینو برداشته آورده کرده رئیس مجلس. این نماینده مردم سالاری دینی نیست تو این حکومت. اینو نظرن رئیس هیئت مذاکره کی رو بذارن؟ بابک اول برنامه یه چیزی گفتی راجع به رابطه میدان و خیابان. جواب بدید. آره میدانو که گفتیم، حالا خیابان چه خبر؟ میدانو ولش کن. فعلا خیابان را به چسب که کابوس شب و روز آخوندها شده. هنوز مسخره بازیشون تو خیابونا ادامه داره. الان کفگیرشون به ته دیگ خورده، رفتن یه مشت زن بسیجی آوردن، ایست و بازرسی باهاشون درست کردن. یه دونه تیزر یعنی پیشنمایش هم از این شاهکار سینماییشون تولید کردن و دارن نشون میدن. همین آقا اینا که مش ساندیسخوار بیشتر نبودن، پس اون پویش 30 میلیون جان فدا چی شد؟ مسئلتون اگر این پویش 30 میلیون جان فدا و اون پویش 10 میلیون استشهادی غزه درسته، یه سوال کوچیک من بکنم. حکومتی که 30 میلیون جان فدا داره چرا اینترنت رو قطع میکنه؟ حداقل اینترنت این 30 میلیون رو وصل کنه. آقا اینترنت چیه؟ اینترنت اینا کار دارن، اینا میخوان تیکه پاره کنن. ببین رفراندوم میخواستیم جان فدا 30 میلیونی شد، یعنی از هر 3 نفرمون یه نفر آماده است که تیکه پاره‌تون کنه. گوش کردی؟ میگه از هر 3 نفر یه نفر آماده است تیکه پاره کنه. اون 2 نفر دیگه چیکار میکنن؟ آها سوال خوبی کردی. اون 2 نفر دیگه رو کارشون رو پزشکیان مشخص کرده، باید لامپا رو خاموش کنن. نگاه کن. پزشکیان همچنین درخواستی از 30 میلیون جان فدای ایران عزیز برای صرفه‌جویی در انرژی داشت. ما از مردم عزیزمون که الان آماده‌اند و در صحنه، اینجا هم گفتم یه درخواست ساده‌ای داریم، این که مصرف خودشون رو در برق و انرژی بیارن پایین. فعلا ما نیاز به فداکاری این عزیزان نداریم، ولی نیاز به کنترل مصرف داریم. تو خونه به جایی که 10 تا چراغ روشن بشه 2 تا چراغ روشن بشه، چه اشکالی داره؟ این هم واقعا تو قار زندگی میکنه. این همه اتفاق افتاده، نظام داره رو لبه ایست، مو حرکت، این همه تبلیغ میکنن سر اینکه این جان فدا رو بکنن فلان. این هنوز تو فاز ناترازی، میگه ما جان فدا نمیخوام، نفرات بیان لامپ خاموش کنن. حالا اینا فکر میکنی واقعا مثلا با 4 تا لامپ خاموش کردن میتونن ناترازیشون رو تو این وضعیت درب و داغون رژیم تراز کنن؟ بابا اینا لاشخورتر از این حرفا. اینا اگه با لاشخور مسابقه بدن 10 بر هیچ لاشخور میبازه. اینا اومدن از قبر نداشته خامنه‌ای میخوان پول در بیارن، گفتن کمک کنیم میخوام براش قبر بسازیم. زندگی ما رو که تباه کردید، هیچ هرچی داشتیم و نداشتیم از همون گرفتید و ما رو به فقر و بدبختی دچار کردید. حالا تازه میخواید از ما پول بگیرید تا برای موشعلی مزار و بارگاه بسازید؟ سکی والله خجالت هم خوب چیزیه. کی میرید همتون به جهنم تا از شر همتون خلاص بشین؟ قضیه این دزده است. یارو میخواست مناره بدزده، چاه نکنه، مناره دزدید ببینید کجا بذاره. آخه شما اینو طرفو دفع کنید بعد بگید قبرش اینجاست میخوام درست کنیم پول بگیرید. نه طرفو دفع کردن، نه معلومه کی میخوان دفع کنن، نه معلومه کجا میخوان دفع کنن، میگه پول بده. پول بده.
آقا صحبت این عظمای بلا تکلیف شد، یاد یه برنامه افتادم که جدیدن توی تیویریش رو انداختن، بعد توش یه عده رو میارن که خاطراتشون با خامنه‌ای رو تعریف کنن. جالب اینجاست که هر کی رو میارن همه خاطراتشون راجع به بخوره. مثلا عکاس بیتو میارن میگه حالا رفتم اونجا عظما به مرغ داد. حالا ببین این مدای 7 تیرکش هم آوردن، ببین چی میگه. آقا گفتن یا آقای کریم شما که خداحافظی کردین، با لبخند گفتم آقا زاده، گفتم من بیام یه لقمه غذا بخورم. آقا دست چپشون مشغول کار کرد دیگه، منم از در سمت چپ وارد شدم. حضرت آقا داشتن قیمه میخوردن، یه خودت گفتم بله بفرمایین اینجا بشینیم. ما نشستیم و یه قاشق قیمه به قلقلوم چاق کردن. دهنتون بیاریم. آقای مقتدا سعد هم داره میبینیم ارتباط رهبری با مردمش میزنن. آدم به من خوردن و من چشام بستم و این لقمه رو قشنگ بفهم. حضرت آقا گفتن که دوغم برو. هدف قبل یادشون بوده. حاج قاسم مثل شما هم خواستین؟ بله آقا. یا حاج قاسم نشست و مثل شما هم دوست دارین یه همچین مضمونه. و یه لقمه هم حاج قاسم و دوباره ادامه دادن. دعا بده حاج قاسم. میبینی؟ همه خاطراتشون حول سفره و دوروبر سفره و اینا میگرد. و مگه اینا اصلا تو بیت میرفتن کار دیگه ای میکردن؟ اصلا کارشون همین بوده. تو خیلی خاطرات با مسمایه. اون میرفته نان مرغ از خامنه میگرفته، اون میرفته قاشق قیمه میگرفته. این محمود کریمی خاطره تعریف کرده، همین مدای 7 تیرکش، میگه آقا من صدا کرد، قاشق قیمه رو گذاشت تو دهنم. بابا این آقا نمیدونست که اینجوری به گربه هم غذا نمیردن. آخه در طبق علوم بهداشتی آدم با قاشقی که خودش میخوره تو دهن نفر غذا نمیذاره، حتی اگه اون نفر نباشه، موجودی باشه به نام محمود کریمی. بعد تازه میگه حاج قاسم اومد گفت میو منم میخوام، تو دهن اونم قاشق گذاشت. از نگاه بسیجی های مشنگم میبارد، هی میریزد ای پاسدار بیا برگردی، آی بیا برگردی. دشمن از ریختن پرها دارد میخندد، تا نگشتیم لط و پار بیا برگردی. اما توی هفته گذشته اتفاق دیگه هم افتاد که کامنت خورش خوب بود. داستان از این قرار بود که بچه شاه رفت برلین، اونجا با سس کچاپ ازش پذیرایی کردن. حالا جالب اینجاست که شاه پرست ها از این اقدام به عنوان یک اقدام خشونت آمیز نام بردن. خشونت آمیز. پس چون خشونت پرهیزن دیگه. آره خشونت پرهیز. یعنی پس مردم دنیا هر موقع دارن سس میریزن رو غذاشون در حال یک اقدام خشونت آمیز هستن. پس باید بریم تمام رستوران ها رو ببندیم، چون مروج خشونت هستن، چون انبوه سس کچاپ در اونها مصرف میشه. تعریف جدید خشونت. حالا الان سس خودش یک سلاح مرگبار شناخته شده. الان تو نگاه کلیپ درست میکنن آموزشی نحوه سس زنی، چجوری نزدیک چی چه خونساش کنی. با این حساب پس شعار بعدی شاه پرستا لابد این میشه: وای اگر پهلوی حکم کچاپم دهد، گوجه دنیا نتواند که جوابم دهد. تازه اومدن چالش سسریزی روی خود رو هم راه انداختن در همبستگی با بچه شاه. من میخوام امروز حرکتی که برای شاهمون زده شدن
برای همدردی با ایشون و اینکه بگم شاه عزیزمون شما تنها نیستید، قطعا هر رفتاری با شما میشه در آینده ایران آزاد لحاظ باشه.